من غنیه و گلنوره بخوابم ساکن شهر خوجند با شرایط وضع اولوی که پسرمون دانشجوی فدراسیون روسیه یک از کالج‌های همونجا تحصیل میکنند، همونجا سفربر شدند و سپس برای سرجم کردن اویله اونجا رفتیم. در همونجا من با رانو خان عبدالمنان رسولова شناخته شدم و بسیار فهمیدم درباره اون زنهایی که در فدراسیون روسیه فعالیت میبرند، اساساً با در شهر مسکو. زنها اتفاق یکدیگر را دستگیری میکنند در روزهای توی یا اینکه در روزهای بیماری، در روزهای غمگین شد حالتهایی که بعضی کس وفات کردن، دخترشان یا فرزندشان یا مادرشان همونجا آوردن لازم بود، مبلغ لازم برای آوردن. این همونجا زنهایی که زیاده از 600 نفر در کلوب دوگانه ها فعالیت دارند و زیاده از 500 نفر در زنان تاجیکستان در مسکو فعالیت دارند، همه سرجمانه پول میپرداختند. اهلیگی اتفاقی آنها رو دیده حواسم آمد که زنهای بانوان ما بیرون از جمهور هم همیشه اهل اتفاق هستند. احسن به همین تأسیس کننده همین گروه دلبر خان واسطه و زلفیه خان حکیمه و اصلا اونها چیکار هستند همین نفران؟ اصلا اونها هم تو گریدگی در اونجا کار خانگی همون شهروندان فدراسیون روسیه میکنن. یکی بیمار نگاه میکنن، بیمارا هستن اونجا به پیرانسالایی که 80-70 گذشتگی آنها را، یا اینکه جوانو آنها معیوب گروهی یک و دو هستن همونها رو نگاه میکنن، یا اینکه کودکایی که با بخچه باید که باغچه گرفت یا از مکتب گرفت با آنها نگاه بین کرد، آنها همیشه اساسا همین کار کرده مشغول می باشند. کم آنهایی که شهروندی فدراسیون روسیه داشته باشند اگر روسیه، آنها میتوانند در زبان فابریکا فعالیت کنند. هستند با آنهایی که موفق شدند و صاحب کار انفرادی می باشند و با یک قسمت زنها رو هنرمند رو با цех خود با کار تامین نمودند، با کار تامین نموده با اونها جای کار و جای خواب داده هستند. در آنجا 3-4 نفر ادوکات هستند، حقوق شناسا فعالیت میبرند، زنهای تاجیکی که از اون کمال و فیروزه میباشند. اون معماهای زنهایی که عهده حجت گذاری پیدا میشود اون کس یارتم میتیند برای گرفتن شهروندی یا اینکه یگان نمود دیگرش باشد. اگر رسولова رانو خان عبدالمنان هستند معلمه ها، جایی که بسیار با مشکل های معماهایی که با زنها و آنها و میخورند با آنها مصلحت میتیند.